السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی، اینجا یکی از برادران ما در اینجا جمع شدن. اینجا شهری مسکو است، میچیتی پرسپیک میر هست. در اینجا یک نماد جوانانی که آزادی میخواهند، آزادی به ملت خود میخواهند، در اینجا جمع شدن، میخواهند که ملت خود آزاد شود. شما ببینید برادران عزیز که چی رفته ایستاده از اینجا. روزی جمعه دیگر در همینجا بگو که تا 1000 فوتبال میام هر یکی را تقسیم میکنیم. ان شاء الله کدمی که این نوا را تماشا میکند از شهر مسکو، ما این هفته فوتبال کمی آوردیم با برادران را. شما چنین که میبینید نمیرسد. ما وعده میتیم که هفته دیگر ما در اینجا میتونه در نزد سرک و همین پرسپیک میر پیش همین المپیس که پرسپیک شما میبینید علمی پیش مگزین کلاندا هر یک انسان جمع میشوند. فوتبال کات 1000-2000 دانه آورده می شود. مردم بیاین در اینجا هر یک صحبت را گوش کنین. ان شاء الله که با هر یک شما فوتبال کات داده می شود. تشکر زیاد برادران عزیز. این ضبط ان شاء الله در اینترنتی پرتافته می شود و شما تماشا کنید. من باوری دارم که در اینجا صحبت هر فتنه دازان هم هستند، مردم هم هستند. کمی گوش کنیم که مردم از برای چی گپ میزنند. چی تربیه؟ نه تربیه دو. مورا کی بام جوا؟ مورا بامیراس کیوا؟ انا مور رژیم بازار خورده مورا مورا. فقط فقط مو اخلاق و شوق و نه یا جو میکنم هرگز اصلی و دام و مکان خلاصی تو. من میگم انا مو اخلاق و شوق و نه یا کم مطمئن مورا داماتیک و برنامه مورا در مدرسه و برنامه مورا چور کانال مورا فقط در چور کانال فقط چی میگه؟ نام نگینا خدا کیلا بوبل فایدا بوبل فایدا بوبل فایدا میدم نوچه اگر ما کنیم بچو ناس تو نمیخواد زمان را ساوو دوی بچا زمان را ما در کنار اصلا استاد کنه پروژه اینجا این برادران ما جمع شدن که دعوت کنن برای چی؟ برای که آزادی ملت ما بردم شود. همه خلق ما تاجیکان چیکار کنن؟ با خبر شون که ملت تاجیکی ما خار شده است در شهر روسیه. نه اینکه وابسته به این نگاه کنین که هر یک برادر ما از این رژیم افتریتری بیزار است. هیچ یگان انسان این را نمیخواهد ولی مجبور هستند که چیکار کنند؟ خب میکنند. اگر که والله خب نکنند، اگر یک سخن بزیدی این رژیم بگویند، آنها میترسند که بله به تاجیکستان چیکار کنند؟ بله به تاجیکستان رفتن به آنها خلل میرسانند. آنها باوری ندارند که حتی با ایرپورت تاجیکستان وارد شده میتوانند. شما ببینید برادران عزیز با ما چیکار میکنند برای یک سخن آزاد گفتن ما، برای یک سخن گفتن ما که ما نمیخواهیم این رژیم افتریتری را، ما نمیخواهیم این را، ما میخواهیم آزادی به ملت تاجیک، ما میخواهیم آزادی به محبوسانی که در کنج محبوس زندان شده‌اند به یگان جرم، به یگان چی ویارا با جرم زنا، با جرم مبلغ گرفتگی شده، با هر چی آنها را چیکار کردند؟ زندان کردند. برای همین این برادران ما دعوت کرده ایستادن. برادران نترسین، هر یک روز جمعه در همین جا ان شاء الله برآمد این جوانان در اینجا دعوت میکنند. میتوانند در اینجا فوتبالکاهایی که از نام جوانان جنبش تاجیکستان در این شهر مسکو که حضور کرد، نوارژدین تاجیکستان نام شای، ان شاء الله که باوری دارم در همینجا فوتبالکا تقسیم کرده می شود. هر یک شخصی میتواند در اینجا حضور کند و پیدا کند این را.
این برادران در اینجا حاضر گفته ایستادن که ما فقط چیکار میکنیم؟ ما میخواهیم که آزاد شویم. ما نمیخواهیم که در یک روز 500 فاحشه را از شهر دوشنبه قپیدن و ما نمیخواهیم که این همین خیر رود یک شب در 500 فاحشه بقپند. من باوری دارم که در یک ماه باز از 5000 فاحشه میخپند. شما ببینید که این جوانان همه یک علمی عالی دارند، همه مکتب میانه و اینستیتوت‌های عالی را تمام کردند و اما در کجا هستند؟ در مهاجرت هستند، در مهنتکاری هستند. ما تاجیکان همه چی شدیم؟ کی بودیم و چی شدیم؟ ما تاجیکان خار شدیم. ولی من باوری دارم که اگر یک سال دیگه یا 2 سال دیگه یا 10 سال دیگه همین خیل دوام کند، ما ربا میشیم، ما بر این بندهان همین ملت میشیم. یک ویتنام، یک ملت دیگه که روسی را نمیداند، ما در پی دست آنها غلام هستیم. این چی تاجیکی ماست؟ برای همین ما تاجیکان چیکار کردیم؟ در این شهر اینجاها مهنتکار هستیم. اگر که پادشاه عادل می بود، میگن که در تاجیکستان هست که پادشاه سایه خداست. همین سایه خدا این را گفته می شود. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را سایه خدا نمی گفتند مردم. برای همین شما ببینید که هر یک جوانی می بیند در اینجا چیکار میکند؟ مبدل می شود و گوش میکند در این سخنهای شیرینی که مردم در اینجا گفته ایستادند. شما دیدین که جوانانی که میگویند که اینجا کمیره هست و علی در اینجا حضور نمیشوند، از چی باره است؟ همین ترسی همین مردم درباره چیست؟ از چی میترسند و پراکنده میشوند از اینجا؟ شما خودتان میدانید که اینا میترسند که پدر و مادر دارند، زن و برادر دارند، از اینجا که و تاجیکستان که داخل شدن از ایرپورت آنها را میبردارند. شما ببینید که با ما چنان ظلم آمده است که ما نمیتوانیم یک سخن آزاد برای ملت خود بگوییم. مگر ما سخن آزاد نداریم؟ مگر دولت ما دموکراتی نیست؟ این چی دموکراتی است در دولت ما؟ مگر همچنون دموکرات هست در تاجیکستان ما؟ این قانون کانستیتوسیون تاجیکستان چه خیلی قانون است. این قانون برای 2 آدمی سرپول است، فقط برای کمبغل قانون نیست. قانون ایدا که یک مرد یک